تو این روزایی که آفت افتاده به زندگیامون صبور باشید. برای هم انرژی مثبت بفرستیم، تو ذهنمون آرامش و ترسیم کنیم. برای هم عشق و خوبی بطلبیم، اینو هم شکست خواهیم داد. خانواده ها با شادی گرد هم جمع خواهند شد. زیر بارون بهاری خواهیم رقصید، دست بزرگانمون رو خواهیم گرفت. نینی ها به سلامت به دنیا خواهند اومد. بچه هامون با شادی به مدرسه خواهند رفت. کارمون بار دیگه رونق خواهد گرفت. دور همیای دوستانمون از سر گرفته خواهد شد. بوی عید تو خونه هامون خواهد پیچید و بار دیگه خواهیم گفت خدای شکرت، اینم به خیر گذشت.